سلام. اینجا تهرانه، بلوار فردوس، میدان صادقیه. ساعت به عبارتی از 3 نصف شب. خیابان نیلوفر غربی. برای من خیلی جالبه که آشغالی رو میبینین آشغال دور اطرافش وجود داره بجز داخلش. برای من خیلی جالبه که با اون ادعای فرهنگ و کوروش کبیری که ما هر جا میرسیم و میگیم، ولی وضع ایران اینجوریه. بعد برادران رفتگر ما قشر زحمتکش اینا رو باید با دست جمع و جور بکنن. حساب کنید ببینید چقدر ممکنه سرنگ آلوده و خیلی چیزای آلوده در این وجود داشته باشه و هیچ کدوم از هموطنان ما متاسفانه رعایت نمیکنه. من این برنامه رو برای شبکه من و تو بخش گزارش کرده میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.